سختی ها دایره زندگی ما را بزرگ می سازه. هرچی رنج زیاد حل کنیم، هرچی رزق قبول کنیم، هرچی زیادتر یاد بگیریم، هرچی زیادتر تمرین کنیم، این دایره کلان شده میره. هرچی دایره کلان شد آرامتر هستیم. وقتی دایره راحت اینمی استقامت تانی کلان شده، هرچی سختی های خرد و ریزه میاد، تاوان میکنی، شکست میخوری تو آرام هستی. ولی اگه دایره خرد است زود ناآرام شده میری. تفاوت انسان آدمی است. هر کس زیاد سختی حل کنه این دایره بزرگ شده میره. هر کس زیاد یاد بگیره دایره بزرگ شده میره. و این دایره را بزرگ کنین، از منطقه امنتان خارج شوین. هر چیز تو خارج شده میری اولش طرز داره، ولی این شعاع که تو بزرگ میشه. این شعاع رنگش که تو هر چقدر بال بیش میری شعاع زیاد شده میره. دایره خدا کلان کرده میره. اگر نه ترسیدی نه من اینجا یک می باشم، هیچ وقت رشد کرده نمیتونی. صحیح آرامک هستی ولی رشد نمیکنی. نقصش است. منطقه امن یکی از خطرناکترین جای زندان هاست.